اگه دنبال یک ساندویچ میگردی که هم رژیمی باشه هم مزه‌دار، پس حتما این ویدیو رو تا آخر سعی کن. امروز ما یک ساندویچ مرغ تیار کنم. یک سینه مرغ رو وسط نصف میکنیم و او رو امی رقم که تصویر میبینین رزه رزه میکنیم. بعد یکی او رزه کردیم میریزیم به یک کاسه، بزو یک دندون سیر، یک کم فلفل سرخ و فلفل سیاه و نمک و لیمو اضافه میکنیم. بعد از این مواد خودم خوب میکس میکنیم و 2 قاشق هم سس کچاپ بزو اضافه میکنیم و حالت یک کاسه دیگه سس از ساندویچ تیار میکنیم. برای درست کردن سس ساندویچ ما احتیاج داریم به ماست، کچاپ، سیر، نمک، فلفل سیاه و چی بودی؟ نعنا خشک. بعد از یک کم لیمو میریزیم و اینا رو خوب شور میدیم. خوب سس مام تیار شد. خب حالا وقت سرخ کردن مرغ متمایتا یک کم روغن زیتون ریختم و مرغ خور سرخ میکنم. بعد از اینکه مرغ یک کم سرخ شد بزو یک کم پیاز و فلفل دلمه اضافه میکنم. اینجا از نون پروتئینی استفاده میکنم. این نونا پروتئینی میتونین از بیشتر فروشگاه بخرین. تمایتا خود چپ کردم، این نون هر دو برید یک کم سرخ کردم. خب مرغ مام سرخ شد. حالا رو از این نون یک کم کاهو، بانجان رومی و مرغ میریزم و سسی که تیار کردم میریزم. ساندویچ از بغلای اول جمع میکنم، بعد از او ایریتو رول میکنم. سعی کنین دیگه اشتو یک ساندویچ شده، واقعا طعمی حرف نداره، حتما تیار کنین.